با درود به یکی شما بینندگان عزیز، شما برنامه خبری رادیو زودی را مستقیما تماشا دارید و من شعله گل خوجه هستم در خدمتتان عزیزان. در 15 دقیقه دیگر اطراف این موضوع ها صحبت خواهیم داشت. خوجه کریموف را از دبی به تاجیکستان آوردند. مقامات تاجیک فرمانده پیشین فرانت خلقی را به چندین جنایت متهم می‌کنند. صاحبان تاکسی های کهنه احتمال از کارشان محروم نشوند. شهرداری گفت قراری وزارت نقلیات را بازبینی دارد. معاینه تکنیکی گذرانده ایستادند. کدام قرار می‌بینند حاضر به فکر معلوم نیست. وعده دادی وفا کن و یا چرا برخی از ساکنان ولایت ختلان به وعده های پیش از انتخاباتی وکیلان باوری ندارند؟ یگان کم دیر بود چیدگی نیست. نه آبش نه یک میپونتش. خوجه کریموف فرمانده پیشین فرانت خلقی از دبی به دوشنبه استرداد شد. او را تابستان سال گذشته در امارات متحده عرب بازداشت کرده بودند. منابع رادیو آزادی گفتند خوجه کریموف در دوشنبه بازپرسی می شود. مقامات تاجیکستان او را به چندین جنایت از جمله کشتار و غارتگری متهم می کنند. برخی از شاهدان رویدادهای جنگ شهروندی تاجیکستان کریموف را در بیرحمی فوق‌العاده نسبت به اهالی آسایشته عیبدار می نمایند. وی از سال 2008 تحت جستجوی بین‌المللی قرار داشت. بنا به خبرها خوجه کماندیر سالهای اخیر در مالایزیا میزیست و تجارت میکرد. او قبل از فرارش در سال 1999 نایب اول فرمانده بریگاده مخصوص در وزارت دفاع و رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان بود. شهرداری دوشنبه اقدام بحث برانگیز وزارت نقلیات را تجدید نظر کردن است. ماه گذشته حرکت تاکسی هایی که تا سال 2014 استحصال شدند در دوشنبه منع گردید. این گونه دستور صدها تاکسیران را ناراضی گذاشت، زیرا از یگانه منبع درآمد محروم میکرد. حالا شهرداری میگوید قرار منع استفاده ماشین های کهنه نهایی نشده است. شهلای عبدالله موضوع را ادامه میدهد. خدمت رسانی به تاکسی هم نمی‌شود و شهردار دوشنبه قراری وزارت نقلیات را درباره منع حرکت تاکسی هایی که تا سال 2014 استحصال شدند بازبینی می‌کند. در نشست خبری شهرداری اعلان شد صدها راننده تاکسی که در ماشین های کهنه و مسافرکشانی مشغول بودند از کارشان محروم نخواهند گشت. همه را از معاینه تکنیکی گذرانده ایستادند. کدام قرار می‌بینند حاضر به فکر معلوم نیست. معلوم شده باید فکر میکرده ایستند که اینا را اگر کدامش ممکن نقض باشد مانند باز ممکن باشد تفسیرتیان بین نوحیات میمونند. تاکسیرانی در دوشنبه منبع روزگاری صدها نفر است، به خصوص آنهایی که از جای درآمد ندارند و یا مهاجرانی که از روسیه برگشتند. صدرالدین هم از این شغل زندگی خود و فرزندانش را پیش میبرد. او که از قرار قبلی سخت نگران بود، حالا تصمیم شهرداری امیدوارش کرده است. همه شرایط نداره بخره یا که یگان کس بگیره چیکارم نمیتونه روزی. تصمیم منع ماشین های استحصال سال 2014 در شهر برای بخطری مسافران و حرکت در راه‌ها و خدمت رسانی با صفت گرفته شده بود. قاعده‌های تامین بخطر حرکت در راه تغییر لغو وارد کرده شد که در آن آمده بود که 30 سال وسطای نقلات از 5 سال زیاد نباشد. این یگانه تصمیم مقامات نیست که در یک سال اخیر مورد بازبینی قرار میگیرد. قبلا تصمیم 250 سامان کردن سیم کارت ها هم که نگرانی های زیاد را میان مردم به میان آورد بیکار کرده شد. بعداً ناراضگی جامعه سبب شد حکومت از تصمیمش برای گران کردن نرخ اینترنت دست کشید. کارشناسان میگویند چون این تصمیم های مهم نباید سراسیمه‌وار قبول شوند. آنها میگویند این گونه مسئله ها باید دقیقاً آموخته شوند. پیش از آن که قرار قبول شد باید اول درست آموخت حادثات، روندهای اجتماعی، تفکری فطرتی یا که کگنیتیوی میگه فضای کگنیتیوی همون مردم رو باید آموخت. تصمیم بازبینی دستور منع حرکت ماشین‌های استحصال سال 2014 در حال در شهرداری دوباره بررسی می شود که چند پیش ریاست نقلیات پایتخت گفت شرکت‌های تاکسیرانی الکی به پاک کردن صف خود از ماشین‌های کهنه آغاز کردند. شهرنامه برچ دیگه وایرا پوتیوفکا نمیتیان برآمده است.
صدها راننده تاکسی حالا امید دارند بازبینی قرار شهرداری اوید به منع حرکت تاکسی های تا سال 2014 به منفیت تاکسیران‌های انجام می شود که به مثل صدرالدین با چنین ماشین ها روزگاری خانواده هایشان را پیش می برند. مقامات می گوید در خیابان های پایتخت بیش از 2000 تاکسی به مسافر بری مشغولند. رو می‌رویم به موضوع دیگر. در نخستین روز بهاری امسال در توجیکستان با شرکت نامزدها از 7 حزب سیاسی ثبت نام شده و نامزدهای مستقل انتخابات پارلمانی برگزار می شود. ولی همون گونه که همکاران ما میگویند به فرق از انتخابات قبلی فعلا هیچ حال و هوای خاصی پیش از انتخاباتی در کشور احساس نمی کردند. نظر ساکنان نیز نسبت این معرکه سیاسی یکسان نیست. در ولایت ختلان برخی از مصاحبان آرزوی کریم گفتند باوری ندارند رأی آنها زندگیشان را تغییر بدهد. با کمتر از 2 هفته دیگر ماندن انتخابات، قسمی از ساکنان دهات مثل ریحانه هنوز تصمیم نگرفتند که به آوازدهی روند. ریحانه میگوید که ساکنان دهه از نداشتن آب آشامیدنی، بنگاه طبی و طبیب رنج میکشند، مشکلی که وکیلان قبلی وعده حل آن را داده بودند. دیگه دلی ما همین انتخابات هم موندگیه که وقتی که اینقدر میرفتیم دست میموندیم که همون وای شود هیچی یگان جای ما را کم دیمونه بود نکرد دیگه دیلمونه همه چی موندگیه دیگه رفتن نرفتن ما هیچیه. مشکل حل نشده ده مانع رفتن ریحانه به انتخابات باشد، برخی دیگر ساکنان دوره راه را بهانه دیگر می‌دانند. در این دهه مشعل ناحیه وخش زیاده از 80 خواجگی زندگی می‌کند. روز 1 مارس ساکنان باید به دهه همسایه که 3 کیلومتر دور است برای آوازدهی روند. یکی مردین‌ها که رفتن خیلی زنکون نروند. نمیشه که حتی همون بریم شرایط نیست، شرایط که باشه مال آخی اول ماشین اخمو که نیست شده میدیم. نظر به دهها در مرکز ناحیه ها شعار و آوازه ها از معرکه مهم سیاسی درک میدهد. چما نمیگه انتخابات برای هر کس هم بکن هر کس برای خودش یک آواز حل میکنه. مثلا اگر 99 باشه یک دست هم میشه. روز انتخابات نصیب باشه نامزدی ارزنده ده چی میتیم آواز میتیم روز 1 نصیب باشه. 241 داوطلب برای صاحب شدن به 63 کرسی مجلس نمایندگان وارد سبقت شدند. بینندگان عزیز به شما اطلاع میدیم که در روزهای انتخابات و بعد از آن یعنی 1 و 2 مارس بخش توجیکی رادیو آزادی برنامه‌های خبری خود را به مراتب بیشتر میکند. در روز انتخابات حداقل 3 برنامه نیم ساعتی در پخش مستقیم منظورتان میگردد تا اینکه شما توانید از جریان برگزاری این معرکه سیاسی به پرگی آگاه باشید. اگر شما نیز از رفت انتخابات عکس و یا نواری میگیرید لطفاً در اختیار ما بگذارید. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. روز گذشته کاربران صفحه اینستاگرامی رادیو آزادی به 5 میلیون رسید. صفحه ما در اینستاگرام 3 سال پیش باز شده بود و در یک مدت کوتاه هزاران نفر به آن پیوستند. حالا مومن احمدی مسئول صفحه اینستاگرامی رادیو آزادی رو در استودیو با هم داریم. مومن سلام. دلیل توجه بیشتر به صفحه اینستاگرام در چی بود؟ تشکر شهلا. قبل از همه به کاربران صفحه آزادی در اینستاگرام تشکر میگویم که به صفحه ما پیوستند و به ما الهام بخشیدند تا برای آنها بیشتر کار کنیم. صفحه ما در اینستاگرام دریچه نوی برای دریافت آخرین تحولات تاجیکستان و جهان است. سبب دیگری توجه این است که اینستاگرام کوتاه بیانی را تقاضا میکند. نوار را هم اکثرا نباید بیشتر از 1 دقیقه رشد یافته است و بخشی IGTV باز شده است.
ما کوشش کردیم که در همه بخش‌های اینستاگرام آن چیزی که کاربران از ما انتظار دارند نشر کنیم. همکاران ما با کاربران هم خوب بودند و نوارهایی که آنها برای همکاران ما میفرستادند نشر میکردیم و سربیننده بودند. خب مومین ما شاهد اون بودیم که تیم اینستاگرام مخلصان خود رو با رسیدن به قله میلیونی تبریک کرد و در جواب زیاده از 400 پیامی تبریکی گرفت. مردم بیشتر چی ها می نوشتند؟ بله شهلا، آنها از موفقیت ما اظهار خرسندی میکردند، اما همچنین موضوعهایی رو پیشنهاد میکردند که ما باید پیگیری کنیم، از ابله گرفته تا کروپسیا، از وضع این مهاجران گرفته تا کرونا ویروس یا انتخابات در تاجیکستان و غیره. ما خیلی شادیم که کاربران قاعده ها و آداب بحث را همزمان رعایت میکنند. این هم یک دعوت ما از آنها بود که بیشتر فکر و عقیده نویسند تا تحقیر یا کشوکش. بار دیگر از کاربران خواهش داریم که هنگام نوشتن شهر آداب را رعایت کنند. بسیاری ها یک نظری بسیار خوب می نویسند ولی یک کلمه تحقیرآمیز استفاده می کنند که ما مجبور می شویم به خاطر آن تمام شهر را پاک کنیم. از بیننده های شما نیز یعنی صفحه یوتیوب نیز دعوت میکنیم به صفحه اینستاگرام رادیوی آزادی همراه شوند، پشیمان نخواهند گشت. سپاس مومین برای صحبت و البته تشکر به یکایک کاربران رادیو آزادی که خبرهای ما را در تمام شبکه‌های اجتماعی از جمله در یوتیوب نیز پیگیری میکنند. در سالهای اخیر ساختمان منزل در تاجیکستان زیاد شده در مناطق مرکز و کنارهای پایتخت بلند اوشونه‌ها قامت افروختند. در بعضی موارد این ساختمان‌ها با بحث‌های مالکانی شرکت و مردم همراه است چون با همدیگر زبان نمی‌یابند. برای یوسفی و زرنگیز نوروشو درباره چند عائله نقل می‌کنند که با وجود تخریب شدن بنا نمی‌خواهند منزل‌های خود را ترک کنند. 6 خانواده ساکن کوچه عینی شهر دوشنبه که در دو بینای زیر نقشه تخریب قرار دارند نمیخواهند منزل‌های خود را ترک کنند. آنها میگویند با شرکت کمالات ساختمان که مسئول ساختمان بینای نوی معاصر در جای این منزل‌ها را دارند به موافقه نرسیدند. میخوایم که یا خونه ما در بگیرنم خالی یا که وایمون بکنن خیلی پیشنهادی نقض بکنن که ما بخزیم، ما در این آوازی بگیرن ما سرازو میخزیم ایجمون خونمون خالی میکنیم. این ساکنان در شرایط زندگی دارند که برچیدن در و تیرزه های خانه های خالی شده شروع شده است. اما چون چند ساکن این منزل ها خانه هایشان را ترک نکردند، شرکت کمالات ساختمان نمیتواند تخریب پوره آن منزل ها را شروع کند. چرکین مسور خوب درونی خوب با زندگی دارم. بخیر کنید خنک خونه من سویتو زد کشت همه چیزام شکست سوختگی و نم آب و سویت نداره. ساکنان آن منزل ها میگویند با پیشنهاد اجاره پولی شرکت و وعده خانه کلانتر پس از انجام ساختمان چندان باور ندارند. آنها با چند مقامات از بالای شرکت کمالات ساختمان شکایت کردند اما تا هنوز هم به موافقه نرسیدند. 2,500 پول میتید. یک ماه پولی کвартира аренда پولی. یک ساله، حاضر یک ساله میتید دیگه نمیتید. دیگه معلوم نمیتید نمیتید. حاضر وقت هم خلکی آدم نمیداند پگه چی میشد. اما چی به باوری میکنیم؟ امروز این خانه میریم پگه وای خانه میریم. نمایندگان شرکت کمالات ساختمان گفتند که به این ساکنان ناراضی چند وعده حتی بیشتر از مساحت منزلشان منزل پیشنهاد کردند. اما متاسفانه آنها همه را رد کرده و طول 2 ماه به خراب کردن و شروع ساختمان بینای نو مانع شدند. این شرکت میگوید هر روز تأخیر در ساختمان برای این شرکت زیانی مالی میآورد و از بالای ساکنان به دادگاه شکایت برده و منتظر قرار دادگاه است. چند سال اخیر دوشنبه به یک شهر ساختمان‌های عظیم تبدیل شده و بحث ساکنان با شرکت‌های ساختمانی در مورد تأخیر و یا اجرا نکردن طلبات قرارداد طرفین نیز زیاد ثبت شده است. وعده‌گیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش روز یکشنبه با سفر 4 روزه به پاکستان رفت. او دیروز در گشایش یک نشست بین‌المللی بخشیده به پناهندگان افغان گفت صرف نظر از چالش‌هایی که پاکستان با آن مواجه است این کشور 10,000 پناهنده افغان را قبول کرده است. این مطلب آخرین برنامه امروز بود. سپاس که تا این دقیقه ها با ما بودید. تا صحبت بعدی میتوانید از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید و چون همیشه نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته می شود. همزمان صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی در خدمت شما عزیزان است. فراموش نکنید صبح فردا من شما را در نوید بامدادی منتظر میمونم. خدا نگهدار.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.